امتحان حسابان داشتیم و خیلی خیلی سخت بود. حتی با این وجود که من کل کتابو خونده بودم هیچ کدوم از سوالا رو نتونستم جواب بدم و براشون کاملا متاسفم برای طراحا. هرچی در مورد امتحان نهایی باید بدونی پارت 23. زمان تجربی آزمون امروز آزمون خوبی بود ولی سوتی خورش زیاد بود. یعنی سوالا رو خیلی سخت میتونستیم 20 بگیریم ولی نمره قبولی رو راحت میتونستیم. زیست شناسی داشتیم 12 تجربی، واسه بقیه امتحان نهایی بود، واسه ما نیمه نهایی. در کل امتحانش بدک نبود ولی خب ما نخونده بودیم دیگه. نمره خودم در حد 7 و 8 اینا. حسابان داشتم امروز و به نظر متوسط بود ولی خود من خیلی بی‌دقتی کردم. فکر کنم 17 18 بود. معمولی بود، نمیشه گفت سخت بود، نمیشه گفت راحت بود، یعنی میخوندی میشد نمره خوبی در آورد. امتحان حسابان که به نظر من اوکی بود نسبتاً.